ده‌ها شرکت تخصصی آسیایی اروپایی در قالب 34 غرفه در نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌های دیجیتال و تجهیزات حوزه صدا و تصویر اتحادیه رادیو تلویزیون‌های آسیا اقیانوسیه در مالزی حضور یافتند. غرفه صدا و سیمای کشورمان هم در این نمایشگاه بخشی از تازه‌ترین دستاوردها و تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری مهندسان توانمند حوزه جهاد خودکفایی رسانه‌ای ملی رو به نمایش گذاشته. از محصولات ما به خوبی استقبال شده، حتی تولید کننده هایی که اینجا هستن میان یه جورایی متعجب میشن. به طور مثال همین پروژکتور رو شرکت آلمانی است که توی این زمینه‌ها خودش فعالیت میکنه، این محصول رو دید چشاش باز شد که چرا این محصول انقدر کوچیک که انقدر بدون صداست، هیچ حرارتی وجود نداره و این براش جذاب بود. وقتی خب قیمت‌ها رو هم میشنوه خب خیلی میبینه که واقعا به صرفه تر هستش. متخصصانی که در شرایط تحریم با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی محصولات بومی متنوعی رو در حوزه صدا و تصویر روانه بازار گسترده آسیا اقیانوسیه کردند. 150 نیازمندی که یک برودکستر توی چرخه تامین محتواش نیاز داره رو مشخص کردیم. مثلا صحبت آقای جبلی رو ببینید، این کیفیت بوده، مثلا این کیفیت پایین رو تبدیل می‌کنه به این کیفیت بهتر. خب شما اگه بدونید چنین ابزار هوشمندی هست، خب کیفیت تولیدتون بهبود پیدا میکنه. انکودر استریمر پورتابل هستش که قابلیت ارسال 2 تا بستر سیم کارت همزمان به صورت ریداندنس رو داره. قیمت دلاریش $700. خیلی راحت‌تر با قیمت پایین‌تر شما میتونید هر نوع مودم سازگار با اون کشور رو از همونجا تهیه کنید. هیچ کس انجام نداده. یعنی اینا همه ابتکار آیارایی. عموما معرفی میکنیم محصول رو و اون نقطه اتصال میشیم برای اینکه ارتباط برقرار کنن با شرکت‌ها. منجر به قرارداد و به صورت آنلاین میتونن باشن، ایمیل بزنن. بله. تازه ترین دستاوردهای فنی صدا و تصویر رادیو تلویزیون‌های آسیا اقیانوسیه در قالب یک نمایشگاه بین‌المللی به مدت 3 روز در ایالت سلانگور مالزی برپاست. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، ایالت سلانگور، مالزی.